اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. در قدم نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک هموطنان عزیزم در هر جای این کره خاکی که صدای مرا میشنوند. ثانیاً به مناسبت هفته شهید درود میفرستم برای پاک قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، شهید پروفسور استاد ربانی، شهید سید مصطفی کاظمی، شهید استاد عبدالعلی مزاری و تمام یاران و همسنگران این مردان بزرگ که به خاطر به دست آوردن آزادی و حفظ استقلال این سرزمین خود را قربانی کردند. با گذشت هر روز حقانیت شهدای برحق راه آزادی سرزمین ما برملا می شود و جوانانی که در راه حریت و آزادگی گام می زنند، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، هنوز دایه‌داران مکتب آزادی بزرگمردان تاریخ ما هستند. استادگی جوانان ما در داخل و خارج از کشور و بلند نگه داشتن بیرق مقاومت با قلم و علم در حقیقت ادامه راه و مکتب فکری عامر صاحب شهید با زعامت یگانه فرزندشان امیر صاحب احمد مسعود است. ما همچنان همان طوری که با مردم و وطن خود وعده داده ایم به مبارزه گرم خود تا رسیدن به آزادی کامل سرزمین ما از چنگ گروه مزدور و از جنایتکار طالب ادامه می دهیم. مبارزه ما به خاطر رسیدن به پول و مال دنیوی و ساختن آسمان خراش ها نیست، بلکه یگانه هدف ما آزادی سرزمین و مردم ما از چنگ گروه ظالم و جنایتکار طالب است. من به نمایندگی از تمام همسنگرانم به شما وعده می دهم که روزی خواهد رسید که دیگر دامنه استبداد برچیده شود، دروازه های مکاتب بر روی تمام خواهران ما باز گردد، مردم اختیارات خود و زندگی خود را به دست بیاورند و همه مردم مظلوم ما به سرنوشت خودشان حاکم شوند. بازم یک بار دیگر برای شهدای سرزمین ما درود میفرستم و از بارگاه خداوند منان قوت، صبر و استادگی برای نسل جوان و مبارز ما خواهانم و من الله توفیق.